پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند حدیث در بخاری است، وقتی که رمضان وارد گشت درهای بهشت باز می شود و درهای جهنم محکم می شود، قلف می شود و شیطان ها را زنجیر بند کرده می شود. ببینیم که در ماه رمضان مردم بیشتر عبادت می کند. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که کسی به ماه رمضان او را الله نصیب میکند او را الله نمی بخشد، وای بر حال او، زیرا با این فضیلت و با این بخشایش او در توبه را بر خود باز نکرده است. شیطان ها محکم می شوند، درهای بهشت باز می شود و این ماهی مبارک می باشد. قرآن خواندن، صدقه کردن در این ماه بسیار پیامبر صلی الله علیه و سلم این کارها رو انجام میدادند. أينما كنا أينما